افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام اسلام بیبی. انا باز شب در رسید. این شب باشد من برایتان از افسانه های خلق تاجیک افسانه بلبلکی سرگشته را میخوانم. اینا گوش کنید. بود نبود مردی بود. مردی زن مرده. این مردی زن مرده 2 فرزند داشت. کلانیش دختر و خردیش پسر. بزنی برای مرد عذابی سخت است. عاقبت او زن گرفت. زنی زیشت خوی، بدفعل و بدکینه بود. بچگان را بد میدید. زن یک روز خود را بیمار ساخت و به شوهرش گفت: شما میدانید پسرتان مرا تحقیر میکند و عذاب میدهد. همین خیل دوام کند من میمورم. خونم به گردن شما. ها؟ خیر، من چی کار کنم؟ پرسید مرد. من خود را به طبیب نشان دادم. گفت که درمان درد تو فقط گوشت پسرت. اگر نخوری میموری. من میمیرم. مرد حیران شد و گریان. زن چنان دلخراش نالید که مرد را طاقت نماند و در حالتی که قریب دیوانه شده بود دست به جان پسر زد. زن گوشت پسرک را خورد و من صحت شدم، رحمت به شما گویان از بستر خیست. اپا یکش گریان و نالان سبچه بافت و استخوان‌های اوکیکش را جمع کرد، به سبچه انداخت و به شاخی چنار آویخت. به شاخی چنار آویخت و بلبلک شو و پر و بیرو گفت. همین لحظه از درون سبچه یک بلبلک بیرون جست و به شاخ چنار نشست و بعد خیر خواهرک جان سوزم گفته پریده رفت. بلبلک چند وقت در کوه صحرا پرواز کرده گشت و بالاخره خواهرکش را پزمان شده به سر دیواری حولی پدر نشست. پدرش در روی حولی تبر در دست هیزم می شکست. بلبلک از سر دیوار پرید و گردی سر پدرش چرخ زد. کیشه تو چه خیل مرغکی خیره بیزار کردی؟ گفت پدرش. بلبلک به سر دیوار نشست و چه چه سرود خواند. من بلبلکی سرگشته در کوه‌های و در پشته. پدرم مرا کشته، ماهی در مرا خورده. جان خواهری دلسوزم، چبرکی گلدوزم، چیده استخوانم را، مغز تن و جانم را. سبچه یکی ساخته، چیده هایش انداخته، بر شاخ چنار آویخت. بر من بال و پر داد او، بلبلک کرده سر داد او. پدرش سرودی بلبلک را شنویده لرزید و تبر از دستش افتاد. وای به جایش نشسته مانده التجا کرد. ای بلبلک چی خواندی؟ یک بار دیگر بخوان. چشمانت را پوشیده دهانت را کشا بعد میخوانم گفت بلبلک.
پدرش چشمانش را پوشیده دهانش را گشاده بود که سوزن به گوشش خواند و شما به گپ زنتان گوش داده مرا کشتید. جزای پسر کش حمید. گویان رفته به شاخ درخت نشست. روی صوفه زیر درخت مائیندر گندم تازه می کرد. بلبلک از شاخ درخت پرید و گرد سری مائیندر چرخ زد. کیشه؟ تو چه خیل مرغکی خیره بیزارم کردی، گفت مائیندرش. بلبلک از شاخ درخت نشست و چه چه کنان سرود خواند. من بلبلکی سرگشته در کوه و در پشته، پدرم مرا کشته مائیندر مرا خورده. جان خواهر دل سوزم، چبرک گل دوزم، چیده استخوانم را مغز تن و جانم را، سبچه‌یک ساخته چیده هایش انداخته، بر شاخ چنار آویخت بر من بال و پر داد او، بلبلک کرده سر داد او. مائیندر این سرود را شنویده لرزید و در جایش شخ شده ماند. بعد از جایش خیسته التجا کرد. ای بلبلک، یک بار دیگر بخوان. چشمانتان را پوشید و دهانتان را گشایید بعد میخوانم، گفت بلبلک. مائیندر چشمانش را پوشیده دهانش را گشاده بود که سوزن به زبانش خواند و شما با همین زبان با پدرم گفتید که مرا بکشد. جزای گوشت پسر خور همین. گویان پریده پیش خواهرکش رفت. پیش خواهرکش رفت که در کنار باغ روی مال می دوخت. بلبلک این طرف پرید و آن طرف پرید و گفت خواهرکم، اجازت دی گلهای دوختت را تماشا کنم، برایت سرود میخوانم، جانت راحت میکند. چقدر دلت خواهد تماشا کن، گفت خواهرکش. بلبلک گلهای رنگارنگ خوشرو را تماشا کرد و بعد چهچه زنان سرود خواند. من بلبلکی سرگشته در کوه و در پشته، پدرم مرا کشته مائیندر مرا خورده. جان خواهر دل سوزم، چبرکی گلدوزم، چیده استخوانم را مغز تن و جانم را، سبچه‌یکی ساخته چیده هایش انداخته، بر شاخ چنار آویخت بر من بال و پر داد او، بلبلک کرده سر داد او. خواهرک چشمانش را کلان کشاده با بلبلک ذهن ماند و حیران و گریان شده گفت ای بلبلک، همین سرودکت را یک بار دیگر بخوان. بلبلک گفت اول بگوی دادرکت را پزبان شدی؟ البته یاد کردم، آنقدر یاد کردم که طاقتم نماند. این طور باشد، چشمانت را پوش، گفت بلبلک، بعد میخوانم. اپایش چشمانش را پوشید. بلبلک پریده آمده روی زمین نشست و گرد خود یک چرخ زده اصلی قدیم شد. اپایکش دادرکش را پیش خود دیده با آغوش کشید و از دو چشم اشک شادی ریخت. آنها اپای و دادر و مراد و مقصد خود رسیدند. شما هم اصلکانی من با مراد و مقصد خود رسید. خیر، چی اصلکانی من؟ افسانه برایتان معقول شد؟ پس اکنون خواب می رویم. برایتان خوابی خوش و اصلین خواهانم. با شما بودم اصلکانی بیبی براحت بانو.
افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برای